درسته که رژیم آخوندی هیچ چیش به آدمیزاد نمیخوره، ولی این وسط داستان انتخابات ویژه است، چون از بیخوبون با کل وجود رژیم در تضاده، در نتیجه اداش هم نمیتونه در بیاره. مثلا فرض کنید یه میمون ممکنه تو فعالیت‌های عادی مثل راه رفتن و غذا خوردن و خوابیدن یه شباهت‌های با آدمیزاد داشته باشه، ولی دیگه نمیتونه ادای شب شعر و نشست هیئت علمی دانشگاه و برگزاری کنفرانس آنلاین و اینا رو در بیاره که. حالا اگه یه روزی یه میمونی مجبور بشه این کارا رو بکنه، دیگه خیلی خنده‌دار میشه. مثلا همه جا مناظره بین کاندیداهای انتخاباتی وجود داره، اینا میان اداشو در میارن، ولی شعورشون نمیرسه که آخه مناظره در مورد برنامه‌هایی که هر کاندیدی میخواد ارائه بکنه، اصلا کاندیدا به برنامه‌اش شناخته میشه. به رژیم که میرسه معلوم نیست مناظره ریاست جمهوری مسابقه هوشه، اونم تو کلاس مثلا دوم ب، عکس نشون میده بعد میگه بگین این چیه. باور کنید همینجوره. عکس شماره 6 رو با جناب آقای دکتر عارف شروع می‌کنیم. این بیانگر یک دره است که در کشور ما فراوان هست و جز فکر می‌کنم آثار بسیار زیبا و جاذب برای جذب توریست هست. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر رضایی. برای این معدنه. قیافه عارف خیلی جالب بود که معدن رو با جاذبه توریستی عوضی گرفته. البته نگران نباش، اون محسن رضایی هم که گفت بس که تو انتخابات شرکت کرده و باخته دیگه همه سوالا رو از قبل داره. تازه اونم نفهمید که این صحنه اصلا مال ایران نیست. یعنی سوال مناظره ریاست جمهوریشون عکسی بوده که باید بگن چیه، اونم سوال انحرافی بوده. طرف گفتش که اون چیه که سبز و دلنگونه و مشمش میکنه. گفتن نمیدونیم. گفت خب معلومه ماهیه دیگه. گفتن آخه ماهی که سبز نیست. گفت خب سبزش میکنیم. گفتن که آخه دلنگون هم نیست. گفت خب دلنگونش میکنیم. گفتن آخه مشمش هم نمیکنه. گفت خب اگه همه رو درست بگیم که دیگه معما نمیشه که. دکون انتخابات به هر حال برای بعضیا تو رژیم آب و نون داره. دستاندرکارای بدلیجات و تولید کنندگان انواع و اقسام چیزهای قلابی توی دستگاه رژیم خب این وسط به این نونوایی میرسن. هنرمند قلابیشو همون هنربندشو دیدیم که به مردم چجوری میگه رأی بدین. یه سری هم رژیم مبلغ دوزاری داره که مثل این جنسایی که ته انبار میمونه میگن بیاین برین هر چی دادین فرق نمیکنه. اینا دیگه بیشتر کنس بودن اون خریدار رو نشون میده که نخواسته پول درست حسابی واسه اینا خرج بکنه. یعنی نکرده که حتی یه سه تا جمله مختلف یادشون بده که هر کدوم یه چیزی بگن که با اون یکی شبیه نباشه، عین هم نشه. تبلیغ انتخابات پاسدار آدمکش سعید محمد توسط کسانی که بلد نبودن یه طوری ظاهرسازی بکنن که به سر و ریخت مشتری بیاد. سلام عرض میکنم خدمت همه ایرانیان ایران پرست. برای اقتدار ملی و گشایش اقتصادی رأی من آقای دکتر سعید محمد هست. سلام، مریم هستم از تهران. برای حفظ اقتدار کشورم و گشایش اقتصادی رأی خودم و خانوادم در انتخابات 1400 به جناب دکتر سعید محمد هست. من مینا هستم از ساقه. رأی من و خانوادم در انتخابات 1400 برای حفظ اقتدار و گشایش اقتصادی کشورم دکتر سعید محمده. بله، اینم از داستان دکتر سعید محمد. پاسدار بوده دیگه طرف.